سلام و درود دوستان، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. امروز توی این ویدیو میخوام براتون آموزش بدم چطوری سرعت اینترنت رو روی قسمت نوتیفیکیشن ها و نوار اعلان های گوشی شامی به صورت فعال و به صورت نمایش شده در بیارید. یعنی موقعی که شما اینترنت رو روشن میکنید، سرعت اینترنت این قسمت بالا کنار حالا اون آیکون آنتن نشون داده بشه که سرعت اینترنت شما چند مگابایت بر ثانیه است، یا کمتر یا بیشتر. خب برای این کار وارد قسمت تنظیمات گوشیتون بشید دوستان. قبل از ادامه ویدیو اول ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو اگر از آپارات تماشا میکنید دنبال کنید و اگر از یوتیوب تماشا میکنید سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید. اگر سوالی یا مشکلی هم داشتید توی قسمت نظرات حتما مطرح کنید. دوستان وارد قسمت تنظیمات گوشی شیائومی بشید و کمی پایین‌تر بیاید. اینجا یه قسمتی هست به اسم اعلان ها و نوار وضعیت. روی این قسمت کلیک میکنید. شما دوباره کمی پایین‌تر بیاید. اینجا یه قسمتی هست به اسم نمایش سرعت اتصال. اگر روی این کلیک کنید ببینید قسمت بالا رو نگاه کنید. شما این بالا کنار آنتن گوشی من هیچ سرعتی نشون داده نمیشه. من اگر اینو روشن کنم ببینید این بالا سرعت نشون داده شد، اما الان سرعتم صفره چون مصرفی ندارم از اینترنت. اما اگر من برم مثلا یه فیلتر شکن روشن کنم یا وارد سایتی بشم، مثلا من چت جی پی تی رو باز کنم، این بالا سرعت اینترنت من تغییر میکنه. میبینید که الان 114 کیلوبایت بر ثانیه شد، الان 86 کیلوبایت بر ثانیه شد و این مدام در حال تغییر کردن. به استفاده شما بستگی داره که اگر مثلا من الان برم یه ویدیو دانلود کنم سرعت این خیلی بالاتر میره. بود از آموزش فعال کردن سرعت اتصال اینترنت شما که این بالا براتون نشون داده بشه. اگر خواستین غیر فعالش کنید دوباره روی همین قسمت کلیک میکنید و اون سرعت اتصال غیر فعال میشه. امیدوارم که ویدیو براتون آموزنده باشه. حتما ویدیو رو لایک کنید و کانالمون رو دنبال کنید و سابسکرایب کنید تا ویدیو بعدی و آموزش بعدی. خدا نگهدار.